در روزهایی که همه در карантину پایبند خانه هستیم، شما را به سیر نیاگارا، بزرگترین شرشره امریکای شمالی دعوت میکنم. اگر آماده اید پس رفتیم. شرشره نیاگارا یک سلسله شرشره‌ها در رود نیاگارا می باشد که ایالت نیویورک امریکا را از ولایت انتاریوی کانادا جدا می کند. حالا از طرف راست ما ساحل ولایت انتاریوی کانادا و از طرف چپ ما ببخشید این مهمانداری ماست و اینک اینجاست از طرف چپ امریکا. بلندی شرشره‌های نیاگارا با 53 متر برابر می باشد. نیاگارای امریکایی 323 متر پهنا دارد. سال 1954 در اینجا سنگریزی بزرگ به عمل آمد و آب از بلندی 21 متر روی سنگ ها می ریزد. بعد سنگریز که اصلا آن لغزش و شکستن کوهپاره بود، امریکایی ها سربند ساخته نقشه داشتند که سنگ ها را از زیر شرشره بیرون کشند. ولی ظاهراً برنامه گران افتاد و در ماه نوامبر سال 1969 سربند را هم از روی آب برداشتند. در هر صورت جریان آب بستری رود را شسته، مجرا و مساحت شرشره را دائما تغییر می‌دهد. با شرافت برنامه تقویت سویل ها و بستری رود نیاگارا تغییر مجرا سوز شد. نیاگارا در بخش کانادا نهر بزرگ نام دارد. پهنای آن 792 متر است. تا زمان فتوحات و مسکون شوی اروپایی ها در این منطقه قبیله هندوهای ایروکیز به سر می برد. اروپایی ها در اسرای 17 و 18 زمین های گرد و اطراف شرشره ها را خصوصی گردانیده کسی را به تماشای این منظره زیبای شرشره ها راه نمی دادند. خب بعدا زیر فشار جمعیتی حکومت های کانادا و امریکا زمین ها را باز پس گرفته منطقه نیاگارا را به پارک ملی و مکانی طوری میبینید دوست داشته سیاحان تبدیل دادند. اگر زمستان سرد آید بعضی بخش‌های نیاگارا یخ میبندد، ولی بخت ما خندید و زمان زیارت ما هوا چندان سرد نبود و ما تر شده باشیم هم خنک نخورده.